مراقبه شکرگزاری شماره 1. در محیط آروم و راحتی دراز بکشین یا بشینین. چشم‌ها بسته. با تنفس بدنتون رو ریلکس و آروم کنید. در این مراقبه لازمه در لحظه حال و هیچ باشین. توجهتون یعنی نگاه و آگاهیتون رو از دنیای بیرون، جسمتون، روابطتون، اشیا، مکان و زمان خارج کنین. مثل درد جسمانی، غرایز، نیازها، روابط عاطفی و وابستگی، مادیات، همه رو کنار بذارین. اینکه چه چیزهایی میخواین، چه جاهایی میخواین برین، خاطرات گذشته، برنامه‌های آینده، ارتباطات، دوستان، عواطف، همه رو فراموش کنین. دیگه در بند گذشته آشنا و آینده قابل پیش بینی نباشین. قرار فقط آگاهی باشین. پس 5 حس شما دیگه کار نمیکنه. به حواستون توجه نکنین، چون آگاهی از طریق حواس کار نمیکنه. در این مراقبه لازمه بی بدن، بی مکان و بی زمان باشین و به هیچ کس و هیچ چیز تبدیل بشین. و اگه هیچ کس باشین، هیچ آرزویی نباید داشته باشین، باید هیچ باشین. هیچ، فقط آگاهی. پس حالا وقتشه در این لحظات یک توقفی کنین، صبر کنین و به یاد بیارید که شما آفریننده زندگیتون هستین، آفریننده سرنوشتتون. سطح انرژیتون رو تغییر بدین تا سرنوشتتون تغییر پیدا کنه، زندگیتون تغییر پیدا کنه. شما آفریننده این. پس در این لحظات به خلق حس شکرگزاری بپردازین. شکرگزاری رو در زندگیتون جاری کنین. در این لحظات به خلق انرژی بپردازین تا هدایای زندگی رو دریافت کنین. آروم باشین. در شرایط هیچ خودتون رو ریلکس کنین. هیچ چیز، هیچ کس
خودتون رو روی هیچ تنظیم کنی. احساسش کنی، هیچ بودن رو حس کنی، لحظه حال. دیگه هیچ دریافتی از محیط بیرون نداری. هیچ دریافتی از محیط درون مثل فکر و احساس نداری. فقط آگاهی هستی بدون هیچ دارایی و وابستگی و خاطره. در لحظه حال باقی بمونین، در هیچ باقی بمونین، حسش کنین. پیوندتون رو با هیچ حس کنید. تبدیل به هیچ بشین. خودتون رو فراموش کنید. خودتون رو در هیچ گم کنین تا خود واقعیتون رو پیدا کنید. تبدیل به هیچ بشین ولی آگاه باشین. آگاهی محض، آگاه از هیچ بودن، آگاه از درون هیچ بودن. در هیچ همه چیز فقط انرژی هست، فقط انرژی، فقط موج و فرکانس. در هیچ ماده‌ای نیست، فقط هیچه، فقط انرژی در هیچ. روی هیچ بودن خودتون رو تنظیم کنین و انرژی شکرگزاری از زندگی رو پیداش کنین. انرژی شکرگزاری رو پیداش کنین، حسش کنین، عاشقش بشین، تبدیل به این انرژی بشین. نسبت به وجود هیچ آگاه بشین و در حین حال با احساس شکرگزاری نسبت به زندگی ارتباط برقرار کنی. حسش کنی،
تجربهش کنی، هدایای زندگی رو، احساس تشکر و قدردانی از زندگی رو تجربهش کنی، احساسش کنی، شکرگزاری از زندگی، عشق به زندگی رو تجربه کنی، حسش کنی، قلبتون رو احساس کنی، عشق به زندگی رو حس کنی، در قلبتون عشق رو در قلبتون حس کنی، زندگی این حس رو به شما بر میگردونه، با قلبتون محبت‌های الهی زندگی و تبرک زندگی رو حس کنی و توسط زندگی متبرک بشی. احساسش کنی، در قلبتون، درون خودتون و در اطرافتون. تبرک زندگی همه جا هست و این احساس رو به یاد داشته باشین. اگه توی این مراقبه با هوش برتر، با روح الهی، با خداوند ارتباط برقرار کردین، ازش بخواین که یک نشونه در طی روز بهتون بده. ازش بخواین جوری این نشونه در زندگی شما تجلی پیدا کنه که اصلاً انتظارش رو نداشته باشین و شما رو غافلگیر کنه و شکی باقی نذاره که این نشونه رو روح الهی برای شما گذاشته تا تشویق بشین که دوباره مراقبه کنین هر روز و هر روز. بگین نشونه از ناشناخته ها میخوام تا شکرگزارتر باشم. این نشونه شما رو به شیوه غیر منتظره پیدا میکنه، از روشی که گمان نمیکنه.
شکرگزاری بهترین حالت دریافت کنندگیه. در این حالت باقی بمونین و تمام روز احساسش کنین. حالا آگاهیتون رو برگردونین به یک بدن جدید، به یک ذهن جدید، یک محیط جدید و یک زمان جدید و هر موقع آماده بودین میتونین چشماتون رو باز کنین.